أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، برادران عزیز و گرامی، قبل از اونه که صحبت ما را آغاز کنیم خواهش میکنم اگر کسی حضور داشته باشد ما را خبر کند که کامرایی که گذاشتگیم مستقیم هست یا که درستش کنیم. خب، بازم برادران عزیز و گرامی همه شما را به این روزی ماه مبارک رمضان خیر مقدم میگیم. از خداوند طلب دعای آن را داریم که این روزتان بخیر، بنیکی و پر از طاعت و عبادت سپری شده باشد. هموطنان عزیز و گرامی، برادران ملت غیور و دلیر تاجیکستان عزیزمان، امروز بنده میخواهم در موضوع شجاعت، دلیری، دلاوری یا اهمیت شجاعت و دلیری کمی هم باشد صحبت کنم. ما و شما میدونیم که ملت تاجیک، تاریخی که ما ملت تاجیک رو میخونیم، این ملت به شجاعت، به دلیری، به استواری معروف است. اما متاسفانه روزهای اخیر و سالهای اخیر میبینیم که این ملت آسته آسته شجاعت و دلیری خودش را از دست داده ایستاده است و از این خاطر میخواهیم امروز درباره این شجاعت، دلیری ملتمون صحبت کنیم تا قدر امکان بتوانیم انگیزه ملی مونه و انگیزه ملت مونه و دوباره اون شجاعت و دلیری و این بهترین صفتی که ملت تاجیک داشت دوباره بربگردانیم. شجاعت چی معنی دارد یا دلیری؟ شجاعت به معنای دلیری، ناترسی در برابر ظلم، در برابر ناعدالتی و پشتیبانی از مظلومین می باشد. علما بیان داد میکنن شجاعت را که شجاعت استقامت و اعتدال در کنترل کردن قوه غضب است. یعنی درست است که آدم غضبناک می شود، قهرآلود می شود، اما میگن شجاعت همین است که غضب خودت را کنترل کنی و در اون راهی که باید و شاید صرف شود صرف کنی. به این معنا که مرد شجاع، مرد دلیر کسی است که در عین داشتن قدرت روحی و قوت دل، خشم و غضب خود را همیشه با نیروی عقل برابر می سازد. یعنی اون غضبی که ما داریم و اون قدرتی که ما داریم، اون قوه دل، قوه روحی که ما داریم، کوشش کنیم که در برابر عقل و در برابر کار درست که باید انجام بدیم برابر کنیم. غیر از این اگر از عقل بیرون کنیم و فقط با واسطه احساساتمون یا با واسطه غضبمون عمل کنیم، این در منفعت نیست. از همین خاطر علمای زبانشناس شجاعت را تعریف کردگن یا مرد شجاع، مرد دلیر کسی است که در عین حالت داشتن قوت روحی یا قدرت روحی یا قوت دل، خشم و غضب خود را کنترل کنه و این قوه خود را همیشه با نیروی عقل برابر بسازد. یعنی ببیند که عقل و خیرت کدام را طلب میکند، در همون راه قوه و نیروی خودش را صرف کند و در وقت لازم دست به اقدام های بزند که خیلی
مهم و خطرناکند. البته مرد شجاع کاری را میکند که شخصی ترسو، شخصی جبان، شخصی که از شجاعت دور است انجام داده نمیتوند. به همین خاطر ما در اولی معنی داد کردن کلمه شجاعت گفتیم که شخصی شجاع، ناترس، دلیر، کسی که میتواند در برابر ظلم ایستادگی کند و سخن حق خودش را تواند و بگوید. و پیامبر علیه السلام هم در حدیث میفرماید که اعظم الجهاد کلمت حق عند سلطان جائر. بزرگترین مبارزه این گفتن سخن حق در نزد یک پادشاه ظالم است، در نزد اون پادشاهی که حقوق مردم را پایمال میکند، اون پادشاهی که حق مردم را میخورد، اون پادشاهی که بالای مردم ظلم و ستم میکند. وقتی شخص پیدا شود، جوان پیدا شود، اون عالم و دانشمند پیدا شود که بتواند سخن حق را بگن، به این گونه فرد میگوین مرد دلیر، شجاع. ابن قیم رحمت الله علیه شجاعت را چنین توصیف میکند: هو ثبات القلب عند النوازل. میگه شجاعت یا دلیری این استواری دل یا که استواری شخص هنگام مشکلات و سختی ها است. وقتی که سختی ها بالای ما و شما می آید، مشکلات بالای ما و شما می آید، استوار باقی مانیم، اهداف خودمان را حفظ کنیم، به این میگن شجاعت. در حالتی که جسماً این آدم قوی نیست. حالا ما در اینجا فرق میگیم که هر کسی که عظیم الجثه باشد، قوی باشد، بزرگ باشد، معنای او را ندارد که این گونه شخص شجاع است. بسیار آدم های عظیم جثه هست، قدرتمند از نگاه جسماً بزرگ هستند، اما ترسوان، شجاعت ندارند، دلیر نیستند. اما بسیار شخصای را ما میبینیم که جسمی خور دارند، قوه بدنیشون زیاد نیست، اما شجاعت دارند، دلیرند. زیرا دلیری قوه هست که نهفته در قلب انسان است، نه در جسم انسان. دلیری و شجاعت وابستگی به جسم انسان ندارد، بلکه وابستگی به قلب آدم دارد، به روح آدم دارد. و علما حتی شجاعت را در جمله 4 صفت برتر در فضایل اخلاقی میدونند. از جمله فضایل اخلاقی که علما در اینجا میگن که حکمت، عفت، عدالت و 4مش همین شجاعت است. یعنی که بهترین خصلت های اخلاقی، فضیلت های اخلاقی را که علما جمع کردن، بهترین اونها همین 4 تا است که یکی از اونها شجاعت است. یعنی که شجاعت یک صفت و یک خصلتی هست که خیلی بزرگ است، خیلی مهم است. هر کس را خداوند لایق این صفت نمیکند. پس بیایم برادران عزیز، میبینیم که قرآن عظیم الشأن ما و شما درباره شجاعت چی گفته است و ما و شما را به چی دستور میدهد. و مخصوصا این ملت تاجیک را که تاجیک را و تاجیکستانی را نمیشود از اسلام جدا کرد، نمیشود از آزادی جدا کرد. این ملت آزاد آمده است، آزاد باید زندگی کند و راه خودش را باید آزادانه انتخاب کند. بیاین میبینیم که خداوند متعال درباره شجاعت چی آیات‌های نازل کرده است. خداوند میفرماید: ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. خداوند میگه اون مبارزانی را دوست می‌دارد که در راه جهاد، یعنی در راه مبارزه، منظم، مرتب مبارزه میبرد. البته مبارزه را کسی میبرد که غیرت و شجاعت دارد. کسی که غیرت و شجاعت ندارد، به این ظلم و ستم و این همه رسواگی که ملت را فرا میگیرد کاروباری ندارد. در دیگر آیات خداوند متعال میفرماید: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه
ولا یخشون احدا الا الله. خداوند میگه که اون کسانی که رساله، گفته های خدا، قانون های خدا و پیامبر را به مردم میرسانند و جز خداوند از کسی خوف و ترس ندارند. این بیشتر برمیگردد با علما و علمای دینی، دانشمندان اینها. این علمایی که امروز چی در کشور ما و یا چی در دیگر کشورها ناحقی را میبینند و خاموش میستند، ظلم را میبینند و سکوت را اختیار میکنند، بیرحمی را میبینند و صحبت نمیکنند، ظلم ظالم را میبینند و از حق پشتیبانی نمیکنند. این آیت وابسته به این گونه شخصیت ها است. الذين يبلغون رسالات الله. این علمایی که ما و شما خودمان چی میگیریم؟ نماینده میگیریم که دین خدا را میرسونیم. خودمان نماینده های پیامبر میگیریم، جانشینی پیامبر علیه السلام میگیریم در امور تبلیغات دینی. اما وقتی میبینیم که اسلام ما و شما پایمال میشود، ارزش ما و شما پایمال میشود، ملت ما را تحقیر میکنند، حقوق اسلامی ملت ما و شما را میگیرند، یا حقوق آزادی که اسلام برای همه عطاش کردگی است، مسلمان و غیر مسلمان باید آزاد زیست. وقتی میبینند که حقوق اینها را پایمال میکنند، این عالما خاموش میستند، خیلی جای تأسف است. یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. نباید بجز از خدا از کسی دیگر خوف داشته باشند. رزق و روزی ما و شما در دست خدا است، نه در دست یک پرزیدنت کشور است، نه دیگر و نه دیگر. پس چرا حقیقت را پنهان میکنین؟ حقیقت را با اونها آشکار نمیکنین. در دیگر آیت خداوند میفرماید که محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. محمد البته رسول خدا است، کسی که با پیامبر علیه السلام اون صحابگانی که زندگی میکردن خداوند وصفشون میکنه که بین یکدیگر رحمدل بودن و بر جانب کفر درجه به همه معناش، کسی که حقیقت را میپوشاند، کسی که حقیقت ملت را انکار میکند، کسی که فرهنگ ملت را پایمال میکند، کسی که خاک و بوم ملت را میفروشد، این همه در جمله کفر وارد میشود. میگه اونها بین یکدیگر رحمدل بودن، اما بر علیه کافران سختگیر بودن. یعنی که شجاعت داشتن، غیرت داشتن. در دیگر آیت خداوند متعال میفرماید یا ایها الذین آمنوا ما یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم ویحبونه اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم. خداوند متعال میفرماید که ای کسانی که ایمان آوردین، اگر شما از این راه انتخاب کرده خدا و رسول دست بکشین، خداوند به جای شما قومی را میارد که شاید در نزد شما منزلت قدر و قیمتی نداشته باشند، اما در چشم کفار اینها قوه و یک بزرگ می نمایند. مهمتر این است که اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین، در نزد کفار یک هیبت دارند. یجاهدون فی سبیل الله، در راه خدا مبارزه میبرند. در راه خدا به این معنا که در راه آزادی مردم، در راه آزادی ملت مبارزه میبرند. ولا یخافون لومة لائم، از هیچ کسی خوفی ندارند. ما وقتی که بعضی آیات ها را جهاد را به معنای مبارزه تفسیر میکنیم یا که آزادی و دیگر، ببینید در زمان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، حضرت عمر یک سخن زیبا دارد: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. از کی شما مردم را غلام خود قرار دادین، مال ملک مردم را میگیرین، از بودجه دولت برای خودتان یک خزینه میکشوین، بعد میگذارین به نام خودتان. این حق را به شما کی داده است که مردم را که مادراشان اونها را آزاد به دنیا آوردن غلام خودتان قرار بدهین، مال ملک اونها را بگیرین، خاک اونها را بفروشین؟
آزاد اندیشان اونها را زندان بکنید. خب این آیات ها معنای او را دارند که خداوند ما و شما را به صفت، به اخلاق شجاعت ترغیب میکند که شما باید شجاع باشین. اگر شجاعت را، غیرت را از خودتان دور کنین، بر سر شما کسان رهبر و حکمرانی میکنند که قدر و قیمت شما را، تمام دارایی شما را مصادره میکنند و حقوق شما را پایمال میکنند. و یک مثال زیبا در زمان پیامبر علیه السلام همین است که در جنگ غزوه احزاب، و اذ قالت طائفة منهم یا اهل یثرب لا مقام لكم فارجعوا و یستأذن فریق منهم المؤمنون یقولون ان بیوتنا عوره. آیت است وقتی که مردم کفار در زمان پیامبر علیه السلام جنگ شدند و در غزوه احزاب به مدینه منوره هجوم کردند، بعضی ترسانچکا از راه دعوت، از راه انتخاب کرده از اهداف خودشون دست کشیدند. گفتند که خانه های ما این بیوتنا عوره، شاید به خانه ما فشار بیارند، به نزدیکان ما فشار بیارند، شاید مال ملک ما را بگیرند، دیگر و دیگر. گفتند بیاین دست بکشیم که دیگر ما با این توده مردم مقابلت کرده نمیتونیم. اما اون کسایی که ایمان و اراده قوی داشتن، خداوند اونها را چگونه وصف میکنه؟ اونها چی گفتن؟ در جواب گفتن ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. اما صفت مؤمن همین است که وقتی که یک مشکلات و دشواری را دیدی که بالات میآید، باید صبر کنی، راحت را ادامه بدی. احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. نه، البته وقتی که راه آزادی را انتخاب میکنی، در این راه مشکلات و دشواری ها البته وجود دارد و اینها را ما سپری میکنیم که به آزادی خودمان نائل میشیم، مردم را به آزادیشان میرسانیم. خداوند در دیگر آیات میفرماید که یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا فلا تولوهم الادبار. ای کسانی که ایمان آوردین، وقتی که با مردم ظالم، با مردم کافر، با اون کسی که حقوق شما را پایمال میکنن، مال ملک شما را میگیرن، جوانای شما را به درغه میکنن، بیچاره‌ها مهاجر میشن، در کشورهای غریبی عمر به سر میبرن، با این کسی که این مشکلات را بالای شما میارن رو نگردانین، نترسین، بلکه غیرت و شجاعت داشته باشین، علیه اونها مبارزه کنین، مبارزه اتان را دوام بدهین، آزادی اتان را صاحب شین. نگذارین تقدیر شما را کسای به دستشان بگیرد که حق این را ندارند. آزادی همین گونه نیست که بر ما و شما مثل باران نازل شود. باید برای نائل شدن به آزادی خودمان تلاش کنیم و برای تلاش کردن همون شجاعت، همون غیرت، همون دلیری برای ما و شما مهم است. ملت شریف تاجیک، برادران گرامی، ملت غیور تاجیکستان، آیا میدونید زمانی که مغول‌ها، چینگیزها سال 1217 به بخارا و سمرقند و ملک ما و شما هجوم کردن، میدونید مردم ما و شما چقدر شجاعت داشتن؟ میدونید مردم ما و شما چقدر غیرت داشتن؟ این مردم ختلان زمین، این مردمی که اسکندر مقدونی را با اون همه قدرت و با اون همه لشکرش شکستش دادید، به شما چی چیز پیش آمده است که امروز حقوق شما پایمال می شود، دین شما پایمال می شود، روی مال زن شما پایمال می شود، اما بازم این غیرت و شجاعت رو از دست دادگیمو که می باشد خاموش میستیم. اون زمانی که لشکر مغول و چینگیزخان با بخارا و سمرقند ملک تاجیکان ما و شما هجوم کردن، تا زن در دستش سلاح گرفته مبارزه میبرد. حتی در تاریخ ها قید میکنن که زن تاجیک به خاطر اینه که مورد تجاوز یک فرد مغولی قرار نگیرد، آزاد
خودش را برده غرق میکرد اما ناموسش را از دست نمیداد. امروز چی شده است که زن تاجیک خطایی هم میآید به زن تاجیک تجاوز میکند، مردم ما خاموشند. روی مال زن تاجیک را بیگانگان میگیرند، مردم ما و شما خاموشند. حقوق ما و شما را پایمال میکنند، مردم ما و شما خاموشند. مردم تاجیک مردم بی فرهنگ نیست، کم تاریخ نیست. ما تاریخ بزرگ داریم، فرهنگ بای داریم. ما احتیاج به یک آدم بیگانه نداریم که بیاید امروز با ما و شما فرهنگ بیاموزد که ما در معرکمون چقدر برنج استفاده ببریم یا چقدر برنج استفاده نبریم. نه، ما و شما مردمی ملتی با فرهنگیم. متاسفانه چند تا به فرهنگ و دور از فرهنگ تاجیک امور ملت را به دست گرفتگیان، همه را مثل خودشان فکر میکنن که همه مثل اونها از فرهنگ و مدنیت دور است. این گونه نیست. معرکه های ما و شما را به واسطه تنظیم حقوق ما را پایمال کردن. امروز دست میزنن به لباس ما و شما، به لباس زن ما و شما. روی مالش را دست زدن، آمده رسیدن به پوشش دست زدن که چقدر بلند باشه چقدر بلند نباشه. و امروز میبینیم که به کار امور دینی ما و شما دست میزنن و از پیش خودشان فتوای دروغ و راست میتن، مثل همون صحبتی که پرزیدنت کشور انجام داد که مردم راغون حق دارن همه روزه را بخورن. به چه خاطر؟ اگر اینها در راغون کار نکنن مثل که تا سال آینده راغون آباد نمیشود. 6 سال است که از بودجت مردم راغون میسازیم. 6 ماه است که سهمیه های مردم را گرفتن، معلوم نیست کجاست. در این مدت 6 سال 7 سال یا 8 سال راغون را ساخته نتونستین. اکنون در همین یک ماه مبارک رمضان مردم روزه نگیرند و تو راغون میسازی یا راغون را آباد میکنی. این کجا با منطق و با عقل برابر می شود؟ مدت 6 سال آباد نشد، ساخته نشد، به خدمت مردم داده نشد. در همین یک ماه مبارک رمضان که مردم روزه نگیرد و راغون آباد می شود. این چی منطق است؟ این چی عقل است؟ من راستی نمیفهمم و نمیدونم. و مهمتر این است که اون علمای دین، اون دانشمندان، اون مردم غیور تاجیک در اونجا نشستند و خاموش میستند. کار به جای رسیدگی است که باید سله یا تاقی ملا هم به تنظیم بدارد که یک شخص روحانی باید چگونه تاقی بماند و چگونه نماند. مردم تاجیک این گونه بود. در تاریخ وقتی که ما میخوانیم تاجیک، یک شخصی با غیرت، با ناموس، دلیر، شجاع که حق را میتونست بیان کند، باطل را در خاک خودش، در راه خودش اجازت نمیداد که سکونت بکند. تاجیک این گونه ملت است. تاجیک این گونه خصلت دارد. این یک بگم اقتباس مختصر از تاریخ تاجیک بود که در زمان مغول وقتی که هجوم کردن همه را قتل و کشتار میکردن، اما مردم تاجیک ما و شما حتی زنها آماده بودند که مبارزه کنند و از حق خودشان دفاع کنند. به این میگفت غیرت تاجیکی، به این میگفت غیرت ملت تاجیک. زن آماده بود که خودش را غرق کند، اما آماده نبود که یک مغول، یک کافر، یک بدین، یک خطایی و دیگر به ناموس او دست بزند. امروز قانون میگذارن تا خارجی و بیگانه آماده به ناموس تاجیک دست بزند، به زن تاجیک دست درازی کند و اون جوان هم پیدا شود که پشتیبانی کند، بیچاره را برده پشت پنجره زندانی میکنند. ده ها صدها جوان را میدونم که به خاطر حفظ ناموس خودش این بی ناموسان اونها را برده زندانی و از آزادی محروم کردند. خب این بعضی آیات های بود که خداوند متعال درباره شجاعت و غیرت و ناموس
ما و شما بیان کرده است. خب در سیرت پیامبر علیه السلام هم خیلی ما دلیل های زیاد داریم. صحابه های کرام رضی الله تعالی روایت میکنند که میگه وقتی که در یک معرکه بودیم، معرکه سخت و شدت میگرفت، ما در پشت پیامبر علیه السلام ایستادیم. یعنی که پیامبر علیه السلام خیلی یک مرد شجاع، خیلی یک مرد با غیرت بود که انجام میداد، مبارزه میبود. و اون صحابگان کرام که تانستن هدف اسلام را، آزادی را به امت، نه امت اسلام بلکه به جهانیان برسند، انمون استواری و شجاعتشان بود، انمون دلیریشان بود، ناترسیشان بود، حق را در نزد ظالم گفتنشان بود. اگر امروز ما و شما حق نگوییم، از حق خودمون دفاع نکنیم، پشتیبانی نکنیم، کی میکنیم؟ خب البته حدیث های زیاد هم داریم در این مورد. خب نمیخواهیم که در اینجا صحبت را آید اینها طولانی کنیم. فقط خواهش ما از مردم شجاع، از مردم با غیرت، از مردم دلیر تاجیکستان همین است که زنده شوید، آگاه شوید، برخیزید، از ناموس خودتان حفظ کنید. اون دلیریه که ملت تاجیک داشت دوباره احیا کنید. یک بار بینگرید به مردم غزه فلسطین. از تمام جهات مورد محاصرند، لیکن مردم غیرت دارد، مردم ناموس دارد، مردم شجاعند. این اسرائیل، صهیونیستای اشغالگر با همه قدرتشون، دنیای ظالم که از این یهودی های یا صهیونیستای اشغالگر پشتیبانی میکنن، با همه قدرت امکانیتشون نمیتونن این مردم را مغلوب کنن، نمیتونن اون چیزای میخواستگیشون را بالای مردم غزه عملی کنن. باور کنید در اسرائیل کودک حق دارد رفته در مسجد نماز بخواند، اما در تاجیکستان ما و شما که 97% مسلمان است، کودک مسلمان تاجیک حق ندارد که در مسجد رفته نماز بخواند، تراویحش را ادا کند. اما در اسرائیل ظالم بدبخت کودک مسلمان میتوند رفته انجام بتید نمازش را. در ما و شما نه. ما مردم تاجیک به خودشان یک قاعده ساختگی‌اند که سر خم را شمشیر نمیبرد. بله، سر خم را شمشیر نمیبرد، نه که از بریدن بدترش میکند، از بریدن بدترش میکند. مگر این امروز این تحقیره که ما میبینیم بعض علمای دین را انجام میدهند، یا تحقیره میبینیم که متاسفانه ملت و دانشمندان را میکنند، کم کاری هست. از همین خاطر اگر ما اون شجاعت را داشته باشیم، اون غیرت تاجیکی را داشته باشیم، هیچ کس نمیتوند حقوق ما و شما را پایمال کند، هیچ کس نمیتوند حق ما و شما را صاحب شود، هیچ کس نمیتوند که اون چیزهای نادیده خودش را، به فرهنگ خودش را بالای مردم با فرهنگ تاجیکستان عملی کند. صدها دلیل، صدها سخنها از درباره شجاعت که البته وقت در اینجا کمی میکند که ما و شما بیان کنیم. خب برادران عزیز، البته وقتی که ما شجاعت را صاحب شیم، تمام نیکی‌ها برای ما و شما میآید و میرسد، حقوق خودمان را نایل میشه. خب در همینجا صحبتم را به خاتمه میرسانم. بازم خواهشم همین است که ملت تاجیک شما شجاع بودید، دلیر بودید، دلیر هستید و انشاءالله دلیر باقی خواهید ماند. فقط خواهش ما همون است که بیدار شوید، از حقوق خودتان پشتیبانی کنید، حقوق خودتان را صاحب شوید. نگذارید اون مردم یا اون چند توده مردمی که دور از مدنیت و بفرهنگ و دیگران مال شما را، ملک شما را، حقوق شما را صاحب شوند.
سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تا برنامه های آینده خدا یار و مددگارتان باد.